أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. برادرای عزیز، خواهرای محترم، ما و شما اول درس که شروع کردیم گفتیم که علمای بزرگوار زیاد هستند و به خصوص دو عالم بزرگوار، یکی علامه ابن ابی‌العز حنفی رحمت الله علیه و علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه، اینا می گفتن که القرآن کله فی التوحید، قرآن کلش درباره توحید است. یعنی هدف نزول قرآن عظیم شان و احکام قرآن عظیم شان کلش درباره توحید است. یعنی اگه انسان موحد یکتاپرست شود. چرا توحید کلمه هست که وقتی که انسان کلمه توحید بخوانه با صف بشریت موحد میشه. اگه کل مردم موحد باشن، در بین موحدین هیچ مشکل نمی باشه وقتی که انسان حقیقتا به قرآن و سنت چنگ بزنه. بناهن قرآن عظیم شان کلش، تمام احکامش، تمام آیاتش، قصص قرآنی کلش درباره توحید است، به وحدانیت الله متعال سبحانه و تعالی. به این خاطر که قرآن عظیم شان درباره توحید است، علما گفتن که قرآن عظیم شان اول اقسام توحید بیان میکنه و گفتن که توحید که است در حقیقت در قرآن عظیم شان چند قسم توحید بود؟ 6 قسم بود. فهمیدین؟ اصلا در قرآن عظیم شان چند قسم توحید است؟ 6 قسم است. توحید ذات است، توحید صفات است، توحید افعال است، توحید عبادت است، توحید اطاعت و حاکمیت است و توحید اسما و نام هاست. صحیح؟ اسما یا نام ها. بالاخره بازی را علما بعضیشان کلش به 2 بخش تقسیم کردن، بعضی علما را کلش هر 6 به 3 بخش تقسیم کردن، بعضیا به 4 بخش تقسیم کرده. چرا تقسیم کرده؟ این تقسیمات به خاطر از اینکه شاگردا وقتی که میخوارن، وقتی که تقسیم بندی باشه، باز در ذهنشان خوبتر میشینه. اگرچه هیچ نیاز به این تقسیم بندی ها در ابتدا نبوده، چون صحابه و تابعین که عربیشان بسیار خوب بود، فصاحتشان خوب بود و درس خوب میفهمیدن، نیاز نداشتن که تقسیم بندی ها شود. چون پسان مردم نمیفهمیدن یا برشان مشکلات پیدا میشد یا میخوان آسان استفاده بکنن، بنان یا چی میکردن؟ برشان تقسیم کردن. و این تقسیمات اجتهادات بشری هست. این قسمت هیچ مشکل نداره. کس گفت که 2 قسم هم است، باز مزیر 2 قسم 6 قسم بیان کرده. او که 3 قسم هم گفته، همون 6 قسم تشریح کرده. او که 4 قسم گفته، هم همین 6 قسم باز پایین تقسیم کرده رفته. خلاصه اکثرش که زیاد شهرت داره می هست که توحید به 3 بخش تقسیم کردن که ربوبیت است، الوهیت است و اسما و صفات است. در توحید ربوبیت ما و شما 2 بخش خواندیم. یکی توحید ذات خواندیم، ذات الله سبحانه و تعالی. دومش توحید افعال الله متعال خواندیم. صحیح شد نه؟ یگانگی افراد الله فی ذاته و افراد الله سبحانه و تعالی فی افعاله. این خواندیم. نوبت دومش میرسه. بخش دوم توحید چی است؟ توحید الوهیت است که ما و شما امروز بخیر توحید الوهیت شروع میکنیم. در قسمت توحید الوهیت ما و شما باید چی کنیم و چه قسم بخوانیم؟ در توحید الوهیت لازم است که ما و شما اول کلمه اله بشناسیم، چون الوهیت از کلمه اله گرفته شده. اول میخوانیم اله در لغت چی را میگن و اله در اصطلاح چی را میگن. بعد از اون میایم آیات قرآنی که در این راستا هست. بعد از اون توحید الوهیت تعریف میکنیم. اول تعریف اله میکنیم. خب چون الوهیت از اله گرفته شده، از این خاطر اول باید اله تعریف کنیم. چرا که الوهیت د اله نه اخیستل سوی، نو اول د اله کلمه په لغت کې او په اصطلاح کې وایو، بیا د توحید الوهیت تعریف وایو. خب الاله فی اللغه بمعنى المعبود. در زبان عربی اله به معنای چی است؟ معبود، یعنی ذاتی که عبادت میشه. حق ذات چه عبادت کی. ایره عرب ها چی میگن؟ اله میگن. و جمع اله آلهه هست. جمع اله چی است؟
آلهه هست. عرب ها می گفتن لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. ما شما قبلا آیت خواندیم. این جمع اله چی هست؟ ده اله جمع آلهه. عرب ها بت های خدا چی می گفتن؟ آلهه می گفتن. خیر ببینین. واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا. سوره مریم آیت 81. اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا. اینجا الله متعال میگه که واتخذوا و گرفتن امین مردمای عرب جاهلیت یا انسانهای جاهل من دون الله بغیر از الله دیگه مخلوقات آلهه گرفتن. مجسمه های پیغمبرها را جور کردن، او را اله های خود ساختن. مجسمه های اولیاء الله را جور کردن، او را اله و معبود خود گرفتن، عبادت کردن. بعضی ها مثلا جنها را به عبادت گرفتن، بعضی ها قبرهای انسان های نیک و خوبه، قبر پیغمبره یا قبر یک ولی را یا قبر یک انسان خوبه گرفت و او را اله خود معبود خود ساخت. بر از او عبادت میکرد، سجده میکرد، رکوع میکرد، در گرد از او طواف میکرد. لیکونوا لهم عزا، تا که امی معبودان باطلی که اینا او را عبادت میکردن معبود حق الله هست. دیگه هر کسی که عبادت شوه او معبود حق نیست، معبود باطل است. پس اینا معبودهایی را که بت‌هایی را که گرفته بودن، معبودهای باطل را گرفته بودن به خاطر از اینکه بر اینا غلبه بده، عزت بده، قدرت بده. کلا الله متعال میگه یک تصور غلطشان است، هیچ وقتی نمیشه. سیکفرون بعبادتهم، اینا باز کافر میشه به عبادت از اینا. یعنی چی میشن؟ پس پشیمان میشن در روز قیامت، خودشان باز پس به عبادت از اینا و به اینکه اینا را معبود خود قرار دادن باز اونجا کافر میشن و باز میگن که الله بغیر از تو دیگه الهی وجود نداره. کلشان از این معبودان خود پشیمان میشن و به او کافر میشن. و یکونون علیهم ضدا، و بعضی کسایی که باز اگر خود او شخص اینا را دعوت کرده باشه که بیاین مرا عبادت کنین، مثل فرعون و هامان و شداد و نمرود، و کسایی که قوانین میسازن و از مردم تقاضا میکنن که بیاین از قانون ما اطاعت کنین، باز اینا در روز قیامت دشمن از اونا میباشن. معبود دشمن عابد میباشه و عابد دشمن معبود میباشه. کل شکی دیگه خود چی میباشن؟ دشمن یکی دیگه خود می باشه. پس اینجا ما و شما اینا در آیت قرآن دیدیم که آلهه جمع چی شد؟ جمع اله شد که در قرآن عظیم شان موجود است. خب اله در اصطلاح چی را میگن؟ اله در اصطلاح به معبود گفته میشه. الاله، اله اگر الف لام بدیش بازی قسم میگیم الاله. الاله في اللغة المعبود. الاله في اللغة المعبود. اله در لغت معبود میگن و در اصطلاح به معبودی گفته میشه المعبود الذي ذاته يعبد. و شریعته تطاع. و شریعته تطاع. المعبود و اله در اصطلاح، اله فارسی براتون بگیم که اله در لغت به معنای معبود است، یعنی کسی که عبادت میشه، و در اصطلاح کسی است که دو صفت داشته باشه، دو خصوصیت داشته باشه. ذاتش عبادت میشه، ذاتش عبادت میگردد، و شریعتش، شریعت و قانونش اطاعت میگردد. اگرچه ما شریعت الله را قانون گفته نمیتونیم، قانون فرق میکنه، لکن به خاطر بسیاری مردمان نمیفهمه کلمه را استعمال میکنیم. باز پسان که انشاءالله فهمیدین تنها لفظ شریعت استعمال میشه کنمو مرادف قانون بشری هست. پس په پښتو کې اله په لغت کې په معنا د معبود یا هغه ذات چې د هغه عبادت کیږي او د هغه د شریعت اطاعت کیږي.
هغه معبود ته ویل کیږي چې دوه خصوصیات ولري، ذات عبادت کیږي او شریعت اطاعت کیږي. دې ته په عربي کې ورته چی وایي؟ دې ته اله ویل کیږي. اینو در عربی اله میگن. اینال هر کسی که ذاتش شما عبادت کردین او معبود شما هست و هر کسی، هر مخلوقی را که مردم عبادت میکنند او چی است؟ معبودشان گفته میشه. و هر کسی را که شما قانونش اطاعت میکنین او هم معبودتان گفته میشه. اگر شریعت الله را اطاعت میکنین معبودتان الله هست. اگر قانونی را که ضد شریعت است او را اطاعت میکنین، او را شخصی که این قانون ساخته او را چی کردن؟ او را معبود خود ساختن. مثلا فرعون مردم نمیگفت که بیاین مرا عبادت کنین، بر من رکوع و سجده کنین. میگفتن قانون ما که ضد شریعت موسی علیه السلام است را باید اطاعت کنین. انا ربکم الاعلی. متوجه هستین؟ پس این دو خصوصیت است مربوط به چیز. حالا این راستا ما و شما یک سوال میشه، میگه در قرآن مسلمان ها، در قرآن عظیم شان هم برشان گفته که شما کلمه لا اله الا الله را بگوین، فعلم انه لا اله الا الله. ما و شما کلمه لا اله الا الله را وقتی که تعریف اله را فهمیدیم که ذاتش عبادت میشه و شریعتش اطاعت میشه، آل لا اله الا الله را چه قسم ترجمه کنیم؟ لا اله، ترجمه لا اله الا الله دقیق شمی است که لا معبود بحق، لا معبود بحق ذاته يعبد و شریعته تطاع الا الله بغیر الله سبحانه و تعالی. لا اله نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شوه و قانون و شریعتش اطاعت شوه الا الله بغیر از الله متعال. متوجه شدین؟ په پښتو کې څه رقم ترجمه کوو؟ لا اله نسته هیڅ څوک مستحق دی چې ذات عبادت سی او قانون او شریعت اطاعت سی الا الله بغیر دی الله نه. اوس د دې ذات چې عبادت کیږي او قانون و شریعت اطاعت کیږي، دغه د الله عبادت او اطاعت د چا په طریقه کې وکړو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. د محمد صلی الله علیه و سلم په طریقه کوو چې هغه رسول دی الله ده. به طریقه محمد صلی الله علیه و سلم میکنیم که رسول الله است. اینال در کلمه لا اله الا الله در حقیقت سه تعهد است. چند تعهد است؟ سه تعهد است. یعنی وقتی یک انسان مسلمان کلمه میخونه که لا اله الا الله، بعضی اوقات میشه یک کافر از ما پرسان میکنه، میگه من 50 سال کافر بودم، ماله چی کنم که مسلمان شوم؟ برش میگم کلمه لا اله الا الله را بخوان. میگه من کلمه لا اله الا الله را بخوانم مسلمان میشم؟ میگم بله. میگه خیلی یک جمله هست، چطور این مرا سرنوشت زندگی مرا تغییر میده، از کفر مرا به ایمان میاره؟ برای کافر میگیم تو قبلا با الله تعهد نداشتی، حالا که کلمه خواندی همراه الله متعال که خالق آسمان ها و زمین است، سه تعهد کردی. تعهد اولی است که یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت به کس دیگه نمی کنم، خواه پیغمبر باشه، خواه ملائکه باشه، خواه طبیعت باشه، خواه درخت باشه، خواه نبات باشه، خواه حیوان باشه، ما تعهد کردیم. بناهن بغیر از الله رکوع سجده باز اقسام عبادت ما و شما میخونیم، اینه به کس نمیکنیم. تعهد دوم چی است که یا الله بغیر از شریعت تو قانون کس دیگه را نه قبول میکنم و نه در زمین الله تطبیق میکنم. پس تعهد دومی است که بغیر از شریعت یا الله، بغیر از شریعت تو قانون کس دیگه را قبولم نمیکنم و تطبیقم نمیکنم. از این خاطر است که ما نمیتونیم که کمونیست شویم، نمیتونیم قانون امریکا را سر خود تطبیق بکنیم، نمیتونیم قانون روس سر خود تطبیق بکنیم. این حال کسی که اونجا تابعیت میگیره و قانون از اینا را مطابقت میکنه، در کلمش مشکل پیدا میشه. متوجه هستین؟ کسی که کمونیست میشه تعهد خود شکستان. سوم چی است در کلمه طیبه که ما تعهد کردیم که یا الله ما عبادت ذات تو را و اطاعت از شریعت تو را فقط به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. بنان ما طریقه دیگه را خوبتر از طریقه رسول الله صلی الله نمیبینیم. اهل طریقت هستیم، لکن پیر طریقت ما، رهبر ما، مرشد ما، اسوه ما محمد رسول الله
صلی الله علیه و سلم است. قلب از او قلب پاک است، چشم از او چشم پاک است، زبان از او زبان پاک است، احکام از او احکام پاک است، اخلاق از او کس اخلاق بهتر نداره. حکومتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخت از حکومت از او که کس حکومت خوبتر ساختن نمیتونه. بنابراین ما هر کار خود به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم و با طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کردن و طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر کس متابعت کنه چی فایده داره؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر شما الله را دوست دارین، الله به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برشان بگو که اگر شما الله را دوست دارین متابعت از ما بکنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن پس ما الله را دوست داریم، متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. یحببکم الله، باز الله شما را دوست می داشته باشه. پس اینی 3 تعهد است در کلمه طیبه. خب شاید یکی از شما سوال بکنه بگه استاد این 3 تعهد چی استنادی داره که ما و شما چون تفسیر قرآن میخوانیم باید در وجود داشته باشه؟ میگیم تعهد اول دلیلش در قرآن عظیم الشان سوره اسراء آیت 23 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. در اینجا الله متعال میگه که وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقضى فیصله نمود. کی فیصله نمود؟ ربک، رب تو، او ذاتی را که تو پذیرفتی که خلق کننده است، روزی دهنده است، توحید ربوبیت پذیرفتیم، نه ما و شما کل ما. اینمی رب که ما او را پذیرفتیم که رب العالمین است، امی فیصله ایش است که الا تعبدوا که شما عبادت نکنین الا ایاه بغیر از ذات از. پس این تعهد ما در کلمه هست مطابق اینمی آیات قرآن. و باز بعد از اون که و بالوالدین احسانا، و وقتی که تو انسان مسلمان خوب هستی به مادر و پدرت هم احسان بکن. بعض اولادا رابطهش به امرای الله خوب است لیکن رابطهشان به امرای مادر و پدرشان خوب نیست. همیشه مادر و پدر خدا به یک شکل از اشکال میگه عمل زشت خو نکو، سخنای بد خو نگو، حتی برشان اف هم نگو. اما یبلغن عندك الکبر احدهما، اگر برسد یبلغن برسد عندك در نزد تو الکبر به بزرگی احدهما یکی از والدین او کلاهما یا اردویشان پیر شده باشن پیش شما باشن فلا تقول لهما اف، بر از اونها حتی کلمه اف که یک کلمه عادی هست لکن بر مادر و پدر احساس خستگی ایجاد میکنه، این هم بر از اونها نگو. ولا تنهرهما، اونا را غصه و جگرخون هم مگردان. و قل لهما قولا کریما، بر مادر و پدرت سخن بسیار نیک بگو. یعنی الله متعال در پالوی عبادت خود اطاعت والدین ذکر میکنه، به خاطر از اینکه اما قدر که عبادت الله پیش الله ارزش داره به مو اندازه اگر نبود به درجه دومش یا بعدی از او اطاعت از والدین و احترام به والدین و اونا را اذیت نکردن هم بسیار ارزش داره که جوان مسلمان کسی که واقعا دیندار است باید به والدین خود بسیار احسان بکنه و نیکی بکنه. پس تعهد اول از این آیت قرآن گرفتیم، درست است؟ تعهد دوم از کدام آیت قرآن میگیریم؟ سوره یوسف آیت 40. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اصل آغاز آیت که است از ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله. اینال یوسف علیه السلام در زندان انداخته شد.
و یوسف علیه السلام وقتی به زندان رفت، زندان به یک پوهنتون اسلامی مبدل کرد، به پوهنتون عقیده مبدل کرد و دعوت عقیده خود از زندان شروع کرد. وقتی که برای دوستای خود اینجا دیگه زندانیا بودن، بر از اونا میگفت که ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، ما آنچه را که تعبدون شما عبادت میکنین من دونه بغیر از الله الا و نیستن مگر اسماء، نام هایی است که سمیتموها انتم و آباؤکم، این نام ها را شما سر از اینا ماندین، این نام هایی که سر معبودای باطلتان ماندین که رنگ و رنگ نام هاست که یغوث و یعوق و نصر و عزا و لات و بالاخره معبودای بگوان و رام و بالاخره معبودای مختلفی که مردم نام میگذارن، حتی بعضی حیوانات حتی بعضی پرنده ها را عبادت میکردن. اینا الله متعال میگه که یوسف علیه السلام برای دوستای خود میگه که این چیزهایی را که شما عبادت میکنین یا نامهایی هستن که یا شما و یا پدرایتون این نامها را گذاشتن و این معبودها را گرفتن به باطل. ما انزل الله بها من سلطان، الله در کدام سلطان یا دلیلی در این باره روان نکرده. الله اونم یک دین از پیشش که دین اسلام است. اینمی لا اله الا الله را آدم علیه السلام هم میگفت، نوح علیه السلام هم میگفت، ابراهیم علیه السلام هم میگفت و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کلشان لا اله الا الله میگفتن. پس این چیزهایی که شما نامگذاری کردین این کار شما هست و کار پدرایتان است. این الحکم الا لله، حاکمیت که است، حاکمیت دو قسم است، یکی حاکمیت تکوینی هست، یکی حاکمیت تشریعی هست. حاکمیت تکوینی در کل کائنات است، یعنی حاکم آسمان، حاکم آفتاب، حکم کی سر زمین، سر مهتاب، سر ستاره، اینا حاکمیت تکوینی میگن. بینی ما را این قسم کی خلق کرده؟ الله. چشمای ما را، اینا حاکمیت تکوینی میگن در کائنات، در انسانها، در حیوانات، در پرنده ها، در ملائکه، در جن، در جنت، در دوزخ، در لوح، در قلم. این حاکمیت تکوینی الله هست. و یکی حاکمیت تشریعی الله است که اینجا یوسف علیه السلام برشان میگه که در حاکمیت تشریعی الله هم این الحکم الا لله، حاکمیت نیست مگر به کی؟ مخصوص الله هست. الله حکم میکنه که چه قسم عقیده داشته باشی، چه قسم عبادت بکنی. امره منان حاکمیت اعتقادی الله، حاکمیت تشریعی 12 بخش داره. چند بخش داره؟ 12 بخش داره که ما در سای بعدی خود میخونیم. یا 12 نظام داره. نظام اعتقادی اسلام است، حاکمیت تشریعی نظام اعتقادی است، نظام عبادات است، نظام اجتماعی هست، نظام اخلاقی هست، نظام سیاسی هست، نظام قضایی هست، نظام اقتصادی هست، نظام مالی هست، نظام تعلیمی و تربیوی هست، نظام فرهنگی هست، نظام عسکری هست و نظام دعوتی. اینی 12 نظام هست که این الحکم الا لله، در اردوازی از این حاکمیت مربوطی که میشه الله هست برای ما احکام اعتقادی رو تعیین میکنه. اینجا میگه که در احکام اعتقادیش الله تعبدوا الا ایاه، که شما عبادت نکنین مگر کی را؟ الله را. پس ما با امرای الله تعهد کردیم که یا الله بغیر از حاکمیت تو در 12 نظام حاکمیت کسی دیگه را قبول نمیکنیم. دلیلش از این آیت قرآن است. چرا که هر گپی که انسان مسلمان میگه که مربوط به دین و شریعت میشه باید استدلالی از قرآن و سنت داشته باشه. استدلالات نمیشه. بسیاری کسایی که استدلال از قرآن و شریعت ندارن، فلانی شخص گفت، فلانی انسان گفت، در فلانی قصه آمده، در فلانی چی آمده، در یه آدم گناهگار میشه. پس باید انسان داشته باشه. ذالک دین القیم، اینمی حاکمیت سیاسی الله را که در 12 چیز شما قبول میکنین، اینمی دین راست و درست و صحیح است. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لكن متاسفانه اکثریت مردم نمیفهمن. پس تعهد دوم دلیلش چی شد؟ همین آیت قرآن شد که حاکمیت یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را ما قبول نمیکنیم. چرا که این الحکم الا لله، امر الله تعبدوا الا ایاه. و دیگه اوامر الله هم است، اوامر عبادتی هست، اوامر اقتصادی هست، اوامر سیاسی هست. این 12 چیز هستن و باید این 12
نظام الله را ما بفهمیم و به او عقیده بکنیم. اگر کسی از این 12 نظام یکیش هم قبول نکنه او مسلمان نیست. چرا؟ درباره هر کدامش آیات قرآن است و ما مستند برشان آیات قرآن هم میکشیم. متوجه هستین؟ در اقتصاد هم آیات قرآنی هست. وقتی که میگیم اقتصاد اسلامی، نامش همین اقتصاد اسلامی، یعنی او اقتصادی که احکامش از آیات قرآن و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و گرفته شده است. از دل خود ما نمیگیم اقتصاد اسلامی. متوجه هستین؟ وقتی که اقتصاد اسلامی میگیم مثلا اسراف است، تبذیر است، تقتیر است، کل از اینا که است آیات قرآن داره. من یک وقت تحقیق میکردم بیش از 100 آیت در قرآن در اقتصاد است، در سیاست آیات قرآن است، در نظام اجتماعی آیات قرآن است، در نظام سیاسی آیات قرآن است. پس وقتی انسان کلمه خوان باید این چیزا را بفهمه. لکن الله متعال میگه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثریت مردم نمیفهمن، چون نمیفهمن مخالفت میکنن. متوجه هستین؟ اگر بفهمه باز مخالفت نمیکنن. خب تعهد سومی که ما گفتیم که یا الله بغیر از همین عبادت و اطاعت تو را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. از این مورد پرسان میکنم میگه در کدام سوره است؟ میگیم سوره حشر آیت 7 بکشین. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. در اینجا اصل آیت از ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم و ما آتاکم الرسول در نصفش است، آیت 7 در نصفش، و ما آتاکم الرسول فخذوه، و آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما آورده فخذوه پس را بگیرین، و ما نهاکم و از اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را منع کرده فانتهوا از اون خودداری بکنین، واتقوا الله و بترسین از الله، ان الله شدید العقاب، یقینا که الله سخت عذاب کننده و عقوبت کننده هست. حالا بعضی کسا پیدا شدن بگه ما قرآن قبول داریم سنت قبول نداریم، یعنی لا اله الا الله را قبول داریم محمد رسول الله را قبول نداریم. نعوذ بالله. الله متعال بر از اینا میگه که و ما اگه یا قرآن قبول میداشت که وقتی که گپ زد قرآن هم قبول نداره. چرا؟ اگه به یک آیت قرآن کس کافر شوه کافر است دیگه. الله میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه، حال چیزی که رسول آورده، الله قرآن عظیم شان بر رسول الله سم نازل کرده و علما میگن بر رسول الله سم دو قسم وحی آمده، یکی وحی جلی که قرآن است و وحی خفی احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس دلیل تعهد سوم امی آیت قرآن است و بسیار آیت قرآن زیاد است. خب منتها کلش ما نمیتونیم که بگیریم به خاطر از اینکه میترسم که وقت ما و شما چیز شود. خب پس فهمیدیم که در کلمه طیبه چند تعهد بود؟ 3 تعهد بود. تعهد اول یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت به هیچ مخلوق نمی کنم. 3 دوم تعهد یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه بالای خود و بالای فامیل خود و در زمین تو تطبیق نمی کنم. و تعهد سوم چی بود؟ یا الله بغیر از امی عبادت و اطاعت ذات تو را مطابق چی میکنم؟ به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. په دې کلمه کې 3 تعهد نه وو. اول تعهد دا و چې یا الله بغیر د ذات نه هیڅ عبادت هیڅ مخلوق ته نه کوم. دا اول تعهد میده. دوم تعهد میده چې یا الله بغیر د تا د عبادت نه، بغیر د تا د شریعت نه د بل څه قانون نه منم او نه تطبیقوم. اول نه منم. او دریم تعهد څه و چې یا الله د تا د ذات عبادت او د تا د شریعت اطاعت باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم په طریقه وکوم. اینال رسول الله صلی الله علیه و یک حدیث هم میگه من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه.
هر کسی که آخرین کلامش لا اله الا الله باشه داخل جنت میشه. حالا هر کسی که لا اله الا الله میگه داخل جنت میشه. با اساس از این 3 تعهد باید کسی میشه که این تعهدات خود تا آخر عمر خود چی داشته باشه؟ حفظ داشته باشه، نگاه کنه. بعضی کسا از کلمه میخوانن لکن تعهد اول مشکنن. همین ما شما بسیار مسلمان ها داریم، هم کلمه میخوانه هم سجده به غیر الله میکنه. در زبانت حمد گویا، در دلت پیدا صنم. ای با باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ ما مسلمان هایی داریم هم کلمه میخوانن هم رکوع به مخلوق میکنن، هم کلمه میخوانن هم نظر که عبادت از به نام مخلوق میکنن. یک کسی برای من یک دفعه نوشته کرد که تنها در افغانستان 14 قسم نظر به مخلوق است. کلمه هم میخوانه. همین کسایی کلمه میخوانن 14 قسم نظر برای مخلوق دارن. طواف گرد قبر مخلوق میکنن. شفا را از مخلوق طلب میکنن. بسیاری عبادت هاست که ما اقسام عبادت هم میخوانیم، باید کل زیر برای الله بکنیم. بعضی کسا تعهد اول حفظ کرده، تعهد دوم شکستانده. چه قسم تعهد دوم مشکنانه؟ که مثلا کلمه میخوانه، عبادت هم به الله میکنه لکن شریعت الله را قبول نداره. میگه ما قانون الله را قبول ندارم. یا قانون از امریکا میارم، یا قانون از روس میارم، یا قانون از یهود میارم، یا قانون نصارا را میارم، یا قانون فلانی را میارم. بالاخره یکی از قوانین بشری را جاگزین شریعت الله میکنه و او قانون میپذیره. فکران میپذیره. چرا این قانون آوردی؟ به ایمانا که این قانون از شریعت الله کده بهتر است. و کسی که تو فکر داشته باشه که قانون مخلوق از شریعت الله کده بهتر است یا مساوی هست یا به همراه شریعت الله قانون دیگه را هم تطبیق شود مباح است، در هر حالات ازی کافر میشه. چرا هیچ چیز مساوی با شریعت الله نیست، برتر هم نیست. و با پالوی شریعت الله قانون بشری که ضد شریعت الله باشه اطاعت کردن از این هم درست نیست. پس بسیاری کسا هستن که همین کمونستا را که وقتی میگفتن که یا کافر هستن یا خب میگفت ما نماز میخوانیم، بسیاری جا صف اول استاد میشدن، نماز میخوادن، حج میرفتن، عمره میکردن، کل کار میکردن، لکن خودشان میگفتن ما در نظام اقتصادی خود نظام سوسیالیستی را قبول داریم، شریعت الله را قبول نداریم. اینا بیچاره را یا نمیخواستن چون کفر قبول کرده بودن. علمایی که حق میگفت وارا بندی میکردن و میکشتن و 700 600 1000 امیل قبرهای دست جمعی است که برشان وقتی گفته میشد اونا را میکشتن. متوجه هستین؟ اینال همین قفل هم که هست برای انسانهای نیک است، اما اگر یک دوز خطرناک باشه پیش از او قلف هم مقاومت نمیکنه، یک تبر میگیره میزنش دوزی میکنه. این درس هم که داده میشه برای انسانهای معقول داده میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برش وحی آمد برای کی؟ برای خانم خود گفت. خانمش یک زن بسیار با شخصیت بود که از هزاران ما مردا کده شخصیت از او عالی هست. ام المؤمنین، مادر ما و شما و مادر تمام مسلمانان و مادر صحابه و مادر مسلمان تا روز قیامت، ازواج مطهرات است. بی عایشه، بی خدیجه، بی زینب، تمام از اینا و ازواجه امهاتهم. اینا رسول الله صلی الله علیه و آمد امی پیام بر از این خانم بیان کرد، در حالی که پیغمبر میلرزید. الله خانم برش گفت که تو جگرخونی نکو، الله متعال ترا ذلیل نمیسازد. چرا؟ توی شخصیت بسیار عالی داری، اخلاق بسیار عالی داری. الله کسی را ذلیل میسازد که اما تو کارهای ذلیلانه میکنه، تو کل کارهای خوب میکنی. حتما دیگه کدام خوبی است سویره میگیره میبره پیش ورقه بن نوفل و او برش تشریح میکنه که آنچه بالای ازی آمده عمو وحی هست که بالای موسی علیه السلام آمده، بالای عیسی علیه السلام آمده. رسول الله صلی میبینه که در بین مردها یک انسانهایی که سنکلان هستن، بعضی انسانها سنکلان هستن معقول هستن، بعضی ها سنشان کلان شده عقلشان هم از دستشان رفته قبول نمیکنن. در بین کسایی که سنشان بلندتر بود ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. وقتی به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که لا اله الا الله محمد رسول الله، ابوبکر صدیق عاجل گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. در بین جوانا نوجوانا یک بچه 10 ساله علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بود. در بین نوجوانا
زید بن حارثه بود. وقتی بر از اینا کلمه لا اله الا الله گفته شد، اونا قبول کردن و تا آخرین لحظه از این کلمه دفاع میکردن. پس وقتی که ما هم درس میدیم برای نمی کسایی که معقولیت دارن گوش میگیرن و بالاخره اگر اشتباه هم داره اشتباه خود اصلاح میکنه، چون دروازه توبه هیچ بسته نیست. ولو که انسان کافر شده باشه، مرتد شده باشه، بیدین شده باشه، بیخی از وجود الله انکار کرده باشه، باز هم دروازه رحمت الله برش باز است پیش ازی که ملک الموت ببینه. پس ما شما خوب فرصت داریم که از اشتباهات خود چی کنیم، توبه بکنیم و رجوع به الله بکنیم. میشه بسیاری وقتا انسان ها حتی در مشکلات اعتقادی گرفتار باشه، اما ادامه دادن به او خطرناک است. چرا در قرآن عظیم شان سه کس الله متعال برای ما و شما معرفی میکنه. آدم است، حوا هست و ابلیس است. آدم علیه السلام هم یک لغزش کرد، حوا هم علیه السلام یک لغزش کرد و ابلیس هم یک لغزش کرد. اما آدم علیه السلام وقتی که فهمید که من لغزیدم، اشتباه کردم، فوراً به الله رجوع کرد. بی حوا هم یک مثال از انسان مذکر، یک انسان مؤنث و یکی هم از یک جن. وقتی آدم علیه السلام بی حوا فهمیدن که ما از پیش ما لغزش شد، قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. الله متعال اینا را بخشید و برای آدم علیه السلام مقام نبوت هم داد. متوجه هستین؟ اما ابلیس چی کرد؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک. چی شد سر تو وقتی که من امر برات کردم؟ مال تو آدم چی میکنی؟ امر ما بود. عبادت امر الله هست. به هر چی که الله امر کرد عبادت است. از آن چی که منع کرد اونمون ناروا هست. برای ابلیس گفت که چرا امر ما بود؟ تو آدم چی میگه که از سنگ پیدا شده، از چوب پیدا شده، از خاک پیدا شده، از خاک گل پیدا شده، از گل سیاه پیدا شده، گل زرد پیدا شده. تو چی میکنی؟ مهم اینجا امر ما بود. تو چرا اطاعت نکردی از امر ما وقتی که ما برات گفتم برای احترام بکن؟ اما شما وقتی به مادر پدر ما احترام میکنیم، نه به خاطر شخص مادر پدر، بلکه به خاطر چی میکنیم؟ به خاطر امر الله میکنیم. باز اگر امر مادر پدر ما مخالف امر الله شد، باز اطاعت نمیکنیم. متوجه هستین؟ خانم ها چرا به شوهر خود اطاعت میکنن وقتی که شوهرش امر الله هست که اطاعت بکنه؟ این خانم مزیره. مردها چرا به خانم های خود محترمانه برخورد میکنن؟ به خاطر از اینکه حکم الله هست که باید محترمانه برخورد بکنن. اینا اگر اونا مخالف شریعت الله کار کنه، باز اطاعتشان نیست. خب برای ابلیس گفت که ابلیس ما منعک. چی چیز شد که چی چیز مانعی شد که وقتی من امر کردم و تو امر مرا نپذیرفتی؟ کل ملائکه، جبریل پذیرفت، میکائیل پذیرفت، سعی که جبریل با بزرگیش، میکائیل با بزرگیش. تو که این قوارید آمدی مخالفت میکنی؟ چی کم داری؟ جبریل که اونجا چقدر است؟ مطاع عند ذی العرش مکین. جبریل که کسایی که در عرش هستن، ملائکه‌ای که در اطراف عرش هستن و در آسمان ها هستن، جبریل علیه السلام پیش از اونها بسیار با عزت است، رئیس کل ملائکه هست. او هم امر مرا پذیرفت. تو چرا این کارو نکردی؟ ابلیس میدونست اون لحظه میگفت که یا رب بد کردم، اشتباه کردم، غلطی کردم، این امرت میکنم. یک ابلیس گفت انا خیر منه، معزو کده خوب هستم. قوم پرستا شعارش همین شعار شیطانی است، نه؟ مغل عقوینا خیو، ما ازا کده خوب هستیم. خلقتنی من نار و خلقته من طین. من از آتش پیدا کرد. یعنی شیطان به ربوبیت الله که الله خالق است قناعت داشت، اما حکم الله را شکستان و تکبر کرد. الله متعال برش گفت که خویی گپ است که تکبر کردی، فإن علیک اللعنة الی یوم الدین. تو لعنت شدی، طرد شدی از بارگاه من. پس انسان مسلمان میتونه که اشتباهات خود چی کنه؟ جبران بکنه. هیچ کس نیست که معصوم باشه به غیر از پیغمبران که اشتباه نکنه.
اما ما که انسان هستیم، از پیش ما گناه ها میشه، صغایر میشه، کبایر میشه، گناه میشه، چی میشه، حتی تا مرحله کفر هم بعضی اوقات که است از بعضی کسا تا کفر و شرک هم شاید مداخل فورا رجوع بکنه به الله، توبه بکنه، دروازه توبه باز، شکر بکشه که الله برش فرصت داده. امی که الله بر انسان فرصت میده بزرگترین نعمت الله است. اگه دم عین کفر یا کسر بگیره، دم عین غلطی بگیره، دم عین گناه بگیره، گپش ختم است. لکن الله متعال به بسیاری کسا، یعنی ما شما خوشبخت هستیم بر ما شما الله یک فرصت داده. یعنی هر روزی که ما شما درس عقیده میخونیم شکر بکشیم که فرصت الهی هست و عقیده ما خوب میشه. چرا اگر با او عقیده شرکی و کفری که 5 سال پیش و 10 سال پیش و 20 سال پیش خود ما در بسیاری مشکلات گرفتار بودیم، متوجه هستین؟ اگر با او انسان میمرد خلاص بود. اما رحمت الله هست که بر ما فرصت میده تا عقیده درسته بخونیم. این حالت این تعهدات سیگانه رو ما و شما فهمیدیم با دلایلش. صحیح ان شاء الله. حالا این کلمه طیبه را که ما و شما میخوانیم لا اله میگیم چون اله بحث میکنیم، آیا این کلمه طیبه شروط هم داره؟ حالا ما میگم بله. وقتی که کلمه طیبه، متوجه هستین؟ وقتی که کلمه طیبه کلید جنت هست، کلید دندانه داره یا نداره؟ داره نداره کلید؟ پس کلمه طیبه هم دندانه های خود داره. تقریبا 7 تا دندانه داره. چند تا دندانه داره؟ 7 تا دندانه داره که ایره 7 شرط کلمه طیبه میگن. و این شرط ها رو انسان باید بفهمه و مطابق از این زندگی بکنه تا که آخری کلمه که از زبانش خارج میشه لا اله الا الله. پیشتر گفتیم که وقتی رسول الله صلی الله علیه و میگه که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، باید تعهد اول هم حفظ کنه. بعضی کسا در تعهد اول شکستانده، بعضی کسا تعهد دوم شکستانده، کلمه هم میخونه، قانون غیر الله را میپذیره. و بعضی کسا هستن که در تعهد سومی شکستاندن. اونجا میگه که من رهبر، من مرشد، من راهنمای، من ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، باز رسول الله صلی ترک میکنه، مرشد راهنمای خود کسای دیگه رو میگیره. یعنی بعضی کسا تعهد خوده که در کلمه داده، تعهد سومی را که رهبر خود، راهنمای خود، اسوه خود رسول الله صلی میگردونه، این رسول الله صلی الله علیه و آله به حاشیه میکشونه، یک کس دیگه رهبر خود میگیره، یک کس دیگه راهنمای خود میگیره، یک کس دیگه مرشد خود میگیره و باز تو ادعا میکنه که گویا این شخص العیاذ بالله از رسول الله صلی الله علیه و آله یا رتبهش بلند است، یا اخلاقش پاک است، یا قلبش خوبتر پاک است، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم الله با تمام صفات عالی بر ما و شما معرفی کرده و رهبر ما گشتنده. و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگفت که صحابه و تابعین توصیه میکرد، میگفت انسان زنده را هیچ وقت به انسان زنده را اسوه‌تان نگیرین. اسوه‌تان رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابی را که فوت کردن واره اسوه‌تان بگیرید. اسوه‌تان رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه که فوت کردن. این نصیحت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بود برای شاگرداش، برای صحابه، بعضی صحابه بودن، بعضی تابعین بودن، تابع تابعین. چرا انسان زنده که هست همیشه خودش تحت چی است؟ تحت امتحان است. هر لحظه امتحان است. بعضی اوقات امتحانات سخت میه. بعضی کسا در امتحانات سخت ناکام میمونه، تحمل کرده نمیتونه، گمراه میشه. و بعضی کسای دیگه هست که در امتحانات سخت نه، امتحانات بسیار مزدار میبرش، چوکی، موتر بسیار لوکس، قصر بسیار زیاد، پول و دلار و پیسه و تو باز امتحانات سخت گزاره میکنه، امتحانات آسانه که مزدار است بازی گزاره کردن نمیتونه. باز ببینی که منحرف میشه. کلیپ هاست 20 سال پیش یک قسم کلیپ داره، 20 سال بعد کلیپاش سعی کنیم با گپای 20 سال پیشش کاملا متفاوت است. سابقیش آلنگیش چی میکنه؟ خود سابقیش صحیح است و خودش هم صحیح بود. این حال چی است؟ از این خاطر کسایی که مثلا انسان زنده را الگو و رهبر خود میگیره، چون او انسان خودش در امتحانات و در فتنه ها قرار میگیره، باز خود از این انسان در فتنه واقع میشه. از این خاطر هیچ وقت استاد پرستی نکنین. هیچ وقت نگوین که ما والا شاگرد استاد دایی هستم، نگم استاد دایی که هست نیست. نه، تو استاد دایی رو 1 ساعت درس دیدی، از کل چیزا ما خبر نداری، رو الله متعال میفهمه. تو ما خصوصیتون نیستم، خصوصیت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردن، پیغمبر معصوم. ما خو معصوم نیستیم. از تو که ما گناهکارتر هستم و کل علمای نمی قسم هستن.
کل مشایخ و کل اشخاص که هستن کل اینمی هستن. ولو که بچه پیغمبر هم باشه در فتنه هست. بچه نوح علیه السلام، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش البدرتش خورد، از غرق نجات پیدا کرد؟ نه، از غرق کسی نجات پیدا میکنه که آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خب این کلمه طیبه چی داره؟ 7 کلید داره. این کلید داره حفظ کنین که باز این کلید دروازه جنت باز کنه. متوجه هستیم؟ تو شرایط کلمه رو هم جور نکردی، خلف آیی نیست، تو رفتی براش کلید چوبی جور کردی، نمیشه. پس باید برای هر چیز مطابقش تعهداتی که کردی با و شرایط از این کلمه. اول شرط کلمه علم است، یعنی انسان مسلمان باید به این کلمه چی داشته باشه؟ علم داشته باشه. چی دلیل دارین که شما میگین که باید کلمه به کلمه علم داشته باشیم؟ شرایطش رو بفهمیم، تعهداتش رو بفهمیم، مفهوم کلمه رو بفهمیم، خواسته های کلمه رو به علم داشته باشیم. چی دلیل داریم؟ میگیم سوره محمد صلی الله علیه و سلم باز کنین، آیت 19 هم. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله متعال چی میگه؟ الله متعال میگه فعلم. اینجا میگه علم داشته باش. پس علم داشته باش یعنی علم لا اله الا الله بالای تو فرض است. عقیده توحید اینمی درسی که ما و شما میخوانیم اینمی فرض است، مثل نماز واره. بسیاری کسا میگه نه من ضرورت ندارم، نیاز ندارم. الله میگه علم داشته باش. در نماز میگه اقیم الصلاه، نماز اقامه کو، به طریقه رسول الله هم نماز بخوان. لکن در کلمه چی کو؟ علمش داشته باش. امر الله شد. امر الله واجب است نیست، فرض است نیست. پس یاد گرفتن عقیده قرآن و سنت فرض است نیست؟ فرض شد. چی فرض است؟ انه یقینا که لا اله الا الله، لا اله نیست هیچ کس مستحق از اینکه ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله. این علم داشته باش. پس اول چیز که در کلمه سر ما و شما فرض است که کلمه را درباره کلمه علم داشته باشه. متاسفانه بسیاری کسا کلمه میخوانن لکن علم کلمه را نداره، از این خاطر منحرف میشه. وقتی که علم پیدا کنید لا اله الا الله، باز بسیاری عیبه های خود چی میکنی؟ مشناسی. از این خاطر الله متعال میگه واستغفر لذنبک، باز بر گناه های چی کو؟ مغفرت بخواه. هر اشتباهی که کردی دروازه توبه باز است. تنها برای خود میگه نه، انسان مسلمان که از خیرخواه میباشه در جامعه. وللمؤمنین والمؤمنات، برای مردهای مؤمن و برای زنهای مؤمنه، برای کلشان هم چی طلب کو؟ مغفرت طلب کو. پروردگار ما را ببخش و تمام مسلمانهای مذکر و مؤنث همه ایشان پروردگار مغفرت کن. والله یعلم متقلبکم و مثواکم. الله متعال میفهمه که شما کجاست، برگشتتان و جایگاهتان در کجا هست. شرط دوم کلمه لا اله الا الله چی است؟ الیقین. شرط دومش چی است؟ که کلمه را میخوانی به این کلمه باید چی داشته باشی؟ یقین داشته باشی. یقین چی معنی؟ الیقین المنافی للشک. اولش علم بود، العلم المخالف للجهل. علم مخالف جهل است. دوم چی است؟ الیقین المنافی للشک. یقین داشته باشی به لا اله الا الله که ایج دو شک نداشته باشی. حالا مثلا در قرآن عظیم شان میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. در قرآن شفا هم است، رحمت هم است. بسیاری کسا قرآن در پیشش است، به قرآن رجوع نمیکنه، اند دیگه ولایت میره اونجا شفا میطلبه. ولی یقین به قرآن داره؟ نداره. پس به کلمه لا اله الا الله باید ما یقین داشته باشیم. دلیلش چی است؟ دلیلش در سوره حجرات آیت 15 است
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله. الله متعال میگه انما، یقینا که، المؤمنون، انسانهای مؤمن، الذين، کسان هستند که آمنوا بالله و رسوله، که اونا ایمان به الله و به رسولش دارن، به کتاب الله و احادیث رسول الله هم چنگ میزنن، حقیقتا ایمان دارن. ثم لم يرتابوا، باز در قرآن و سنت شک نمیکنن. بعضی کسا میگه که قرآن کلام الله هست، سیزه میگه کلام الله هست، ایمان داره لکن یقین نداره. ای که قرآن زندگی زیر جور میکنه به یقین نداره. ای که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی زیر میسازه به یقین نداره. ای که اختلافات ما را کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین میبره، جامعه بشریت اصلاح میکنه کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، به یقین نداره. الله متعال میگه بسیار مردم ها هستن که ادعا میکنن که ما مؤمن هستیم، اما الله متعال میگه یقینا که مؤمنای حقیقی چی صفت دارن؟ الذين، کسانی هستن که آمنوا بالله، ایمان به الله دارن، به قرآن دارن، و رسوله، و ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و ایمان دارن. ثم لم يرتابوا، باز بعد از ایمان و یقین داشتنشان بازیا ریب و شک دی ندارن که بگه نه ولی از قانون اقتصادی اسلام کده، قانون اقتصادی روس خوب است، قانون اقتصادی امریکا خوب است، از نظام اجتماعی اسلام کده، نظام اجتماعی غرب خوب است. میگه نه، میگه بسیاری کسا یا یقین ندارن به کلمه لا اله الا الله. کلیدای از یا دروازه جنت باز نمیکنه، دروازه جنت باز نمیکنه. دندانای کلیشون چی است؟ خراب است. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و اینا جهاد میکنه هم با مال خود و هم با جسم خود، با جان خود. در چی جهاد میکنه؟ فی سبیل الله، در راه الله. اولئک هم الصادقون، این مجاهدین حقیقی، این مؤمنین حقیقی که یقین دارن، اولئک هم الصادقون، اینا راستگوی هستن. این راستگویی را الله معرفی میکنه. خب شرط سوم کلمه لا اله الا الله چی است؟ القبول المنافی للرد. القبول المنافی للرد، یعنی قبول کردن که منافی رد کردن باشه. یعنی وقتی که یک حکم الله آمد و حکم قبول میکنه و دی فکر نمیشه که من این رد کنم، نه ولی این حکم قبول ندارم، نه این آیت قبول ندارم، نه این حدیث قبول ندارم، نه این حکم قبول ندارم، نه این فلان است، این حزب ما قبول نداره و این گروه ما قبول نداره و این دین ما قبول نداره و این مذهب ما قبول نداره. نه، وقتی که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود 100% قبول میکنی. علمای مذاهب ابو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کلشان همین عقیدهشان بود که میگفتن اذا صح الحدیث فهو مذهبی. وقتی که حدیث صحیح شد ما دیگه گپ نداریم، اون مذهبی ماست. در کتاب الله و در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم گپ نداریم. آمنا و سلمنا. عمر رضی الله تعالی عنه یک گپ میگفت، یک اجتهاد میکرد، یک کسی میامد برش میگفت عمر، یک روز عمر رضی الله تعالی عنه جوانان بعد شکایت کردن، گفتن والا صاحب مهر دخترها مهرای خدا بلند گرفته، او وقت تویانه نبود، خود دخترها تعیین میکردن مهر خدا. مهرای از اینا زیاد است ولی واسه ما نمیرسه. عمر رضی الله عنه برشون گفت که همین مهر کم کنین یا چطور کنین یا چنان است. یک خانم خیس آورد گفت یا عمر تو این حق نداری. الله متعال گفته اگر یک کسی برای خانم خود یک کوت طلا هم مهر تعیین کنه، تعیین کرده میتونه. یک نفر لوکس است مهرش 2 کیلو طلاست، یک نفر خشر است مثل ما و شما واره مهر ما کم است. خانمای ما و شما میفهمه که ما و شما ضعیف هستیم، بیچاره هستیم، مهر کم قبول میکنه. بعضی صحابی که بسیار باز لوکس بودن و بسیار عالی بودن، دقیقه مال دنیایی نبودن، باز مهر از اونا 10 سوره قرآن بود. خانم هم مسلمان بود، شوهر هم مسلمان بود، مهر چی باشه 10 سوره قرآن رو برش یاد میداد، خلاص اما خانم میپذیرفت.
این حال عمر رضی الله تعالی عنه گفت صدقت المرأة و اخطأ عمر، این خانم درست گفت من اشتباه کردم. پس وزیر رسول الله صلی الله علیه و سلم، امیر المؤمنین است، کل دنیا از پیش میترسه. لکن عمر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ وقتی که آیت قرآن برش گفته میشد و احادیث رسول الله هم گفته میشد، آمنا و سلمنا. صفت صحابه چی بود که الله اونا را راضی شد از اونا و برشان رضی الله عن المؤمنین. اما مؤمن گفتشان چیز گفت، به خاطر از که آمد الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. این صفات صحابه بود، الله از اینا راضی شد. صفت بنی اسرائیل چی بود؟ و هم میگن سمعنا عصینا، شنیدیم لکن چی کردیم؟ این حال ما شما موقف خود ما تعیین بکنیم که آمنا و سلمنا هستیم یا آمنا و سمعنا و عصینا. پس شرط سومش چی است؟ قبولی. چه قسم قبولی؟ که منافی به رد باشه، یعنی در اونجا ردمت نباشه. دلیلتون چی است؟ میگیم دلیل ما سوره صافات آیت 35 و 36. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لك تاركو آلهتنا لشاعر مجنون. اینی بنده های مخلص که میگن که انسان های مخلص هستن و یقولون، اینی کسایی هستن که واقعا لا اله الا الله شک ندارن. اما مردم های مشرک چی میگفتن؟ و میگفتن و یقولون، سوره صافات است و آیت 35. انهم یقینا که ایشان کانو بودن اذا قیل لهم لا اله الا الله، وقتی برشان چی گفته میشد؟ لا اله الا الله یستکبرون. در باره ازی چی میکردن؟ تکبر میکردن، یعنی در لا اله الا الله شک میکردن، قبول نمیکردن. چرا کس شک نداشته باشه چرا تکبر بکنه در مقابل لا اله الا الله؟ شرط چهارمی کلمه لا اله الا الله ان شاء الله تعالی روز بعدی. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب الیک.